اونجا میخواستیم نام مبارک امام احمد رو به زبون بیاریم. بعضی میگفتن آقا کسی تو دنیا امام زمان نمیشناسه. گفتیم حالا صبر کنید بذارید ما انجام وظیفه کنیم ببینیم چی میشه. اون سال گفتیم سال دوم، امسال که رفتیم خیلی عادی شده بود اونجا. وقتی ما گفتیم یک انسان صالح کامل خواهد آمد، همه این بت‌ها و قدرت‌ها رو در هم خواهد شکست و به فضل الهی عدالت رو در جهان برپا می‌کند. اون سال اول می‌آمدن از ما می‌پرسیدن آقا شما این حرفا چیه می‌زنید؟ این دفعه که رفتیم می‌آمدن به ما می‌گفتن آقا این حرفایی که تو می‌زنید ما تو اعتقاداتمون یه همچین چیزی داریم، ما هم دنبال یک مصلح جهانی می‌کردیم. من میخوام بگم عزیزان، آرزوی شهیدان شما، اون آرمانی که شهیدان برای او رفتند و جانبازان ما به سرعت در حال تحقق است. و اصلا به شما بگم جهان راهی جز این نداره، بشریت راهی جز این نداره. اصلا خلقت بدون این بدون هدف است و بی‌فایده و باطل است. همه این بساط آدم برپا شده تا اون روز نورانی اتفاق بیفتد، روزی که همه خواهند آمد. عنایت کنید همه پیامبران، همه صلحا، همه شهدا خواهند آمد و یاری خواهند کرد. و به شما بگم اون چیزی که دارم میبینم، بعضی ها هستن این حرفا رو میزنید تمسخر میکنن برای اینکه اینها دلشون از ایمان خالی. اینا بت‌پرست‌های مدرنن، اینها شیطان‌پرست‌های مدرنن. قیافه روشنفکری میگیرن، به اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارن.